نحمد و نصلي علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه بیننده محترم، میخوام که درباره صدقه فطر به شما به عرض برسونم از جهت ثواب البته، و لایک که میکنید مربوط خودشان میشه. به خیر و سلامت و سر حال باشید. فتوای صدقه فطر در مورد صدقه فطر ماه مبارک رمضان و تعریف صدقه فطری است. میگه که صدقه فطر در ماه مبارک رمضان سالهایی که 1442 هجری قمری مطابق به 1400 هجری شمسی یک از احکام مطابق به ماه مبارک رمضان بوده. وجود ماه مبارک رمضان و واجب بودن صدقه فطر برای مسلمانان اطاعت مالی است که اکثر هموطنان ما و اکثر هموطنان متدین اسلام ما در دهه آخر ماه مبارک رمضان ادا می کند. به صورت فشرده به نصوص شرعی البته با استفاده از دیدگاه فقهی چنین نگاشته می شود و عربی که است زکات فطر میگه و در جامعه به نام فطر روزه یاد میشه. و در حدیث ابن عباس رضی الله عنهما است که صدقه فطر چنین بیان شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فطر به منظور روزه است که از بول و سخنان بیهوده در مورد معصیت آلوده از شهوت آمیز در جریان روزه نیز می باشد. رواه ابو داود. منظور یافتنی که قبل از نماز عید باشد و یا در ده اخیر و یا هنگام طلوع فجر برآمدن آفتاب البته و یا بعد از نماز عید. بعضی از مفسرین میگه که در تجلیل عید در هر دو طبقه، مثلا یا پیش از نماز یا بعد از نماز عید، و با فراغت با کنار هم قرار گیرد. و همچنان اول صدقه فطر برای مسلمان است، مسلمان که او آزاد باشه، البته غلام نباشه که او برده کسی نباشه، به اندازه زکات که او صاحب نصاب شده باشد. دوم، این کافری که پس دوباره او مسلمان می شود قبل از برآمدن آفتاب در روز عید کافر مسلمان میشه، یه آدم برش صدقه فطر واجب میشه و در صورتی که مالک نصاب باشه و طاقت و تواناییش داشته باشه. سوم، این که طفل نوزادی که تولد میشه تا که زنده است البته قبل از طلوع فجر در روز عید طاقت و تواناییش داشته باشه، پدر و مادرش میتونه که او را تادیه بکنه. و یا این که شخصی که مثلا فقیر بود یک دم خداوند سرش رحم کرد، این آدم چی شد؟ مالک نصاب شد، بای شد، پولدار شد، پیسه دار شد. در او صورت هم او آدم میتوند که واجب است بالایشان که ادا بکند فطر روزی خوده. و یا این که مثلا یک فامیلی که یک جای زندگی میکند، خواهر و برادری که هستند از طرف کلان خانه تادیه میشه، در این صورت جواز گرفته. اگرچه که کسی که بلوغ باشه یا پسری که بالغ شده باشد برای خودش میشه و خانمی که مثلا به خودش میشه و این که شوهر خودش میگه من تادیه میکنم میتونم، مشکل نداره. اما در حساب واجب بودن هر کسی که بالغ باشد سن بلوغت است به خود آدم واجب هستند، جز از طفلایی که زیر سن است البته. و صدقه فطر عبارت از گندم، جو، خرما، کشمش، آرد گندم البته و جو هم نیز حکم گندم داره، جایز می باشد بتیه. و اگر اشیای موجود نبود پس میتونه که مثلا از بازار پرسان کنه پول نقدیانه بتیه. در صورتی که گندم آرد نیست، یعنی تقریبا 2 کیلوگرم بود که او چایرک میشد. و خرما که است یا کشمش اگر باشد یک سایان یعنی تقریبا 4 کیلوگرم میشه. در صورت وجود یا آرد از خرما کشمش یک سا تقریبا 4 کیلوگرم خواهد شد. بر اساس که یک سای آن میگه 8 رطل عراقی بوده در آن
دو دوران البته برابر است بر وزن 130 درهم دو وقت که مساوی می شدی به 3800 گرم می شد و یا باقی مانده آن از بازار پرسان می شد که چقدر می شد. هر چارک گندم یا هر چارک خرما یا کشمشی و پرسان شوه و باز چقدر بای داره و میتونه که او را پرداخت بکنه. و همچنان در بعضی از بازارها هم هست که یک چارک گندم که سوال میکنه که یک چارک گندم یک چارک خرما مثلا نمیشه. نه، در اون زمان وقتی که در شما گفتم که مثلا 4 کیلوگرم از آرد و کشمش و کیا میشد، مثلا گندم باز خیلی قیمت بوده. گندم دو وقت خیلی قیمت بوده. حال بعضی بازارها یک چارک گندم یک چارک خرما را پر نمیکنه و مساوی برابر است. و یا قیمتی است که بعضی میتونه که برای فقرا و نیازمندان باز پول نقد خود بده قیمتشان شد. بعضی از مفسرین میگه که اگر کسی که فقیر باشد او توانایی فطر روزه را نداشته باشد، مالک نصاب نباشد، تا اندازه‌ای که مثلا 36,000 نداشته باشد و هیچ اصلا نمیشه که او صدقه فطر بده، یک جز برید بوم. دوم این که یا خانومش مثلا که پولدار باشد اندازه نمی 36,000 نداشته باشد، اما خانوم هم نمیتونه که بده. سوم این که پسر که بالغ باشد و هم اندازه مقدار پس انداز پول داشته باشد. و یا این که بعد از مفسرین میگه کسی کار میکنه، میگه کارگری داره، یک موتر داره، روزانه در موتر کار میکنه، در اون موتر کار میکنه، اون موتر روزانه کارگری و خرج اولادش ایله بیاره، دو هم گفتن نه هیچ جواز نداره. و همچنان گفته یا که مثلا خانم یا مثلا یا کسی که جنس دکان داشته باشد یا معادن داشته باشد، دو اندازه هم 36,000 پر بکنه، دو سب جواز داره. و برای کی کیا اینجا گفته که نمیشه چند گروه تقسیم شد. اولی گفت که برای پدر و مادر نمیشه، در حساب واجب بودنش، البته صدقه فطر در حساب واجب بودنش پدر و مادر خودشان که داشته باشه و خودش از جان خود بده جواز داره. و همچنان اولادی که کلان شده باشد، زیر سن بلوغ شده باشد، سن بلوغیت تکمیل کرده باشد و پس برای خودش جواز دارد. سیم برای زنی که البته اینایی که مالک نصاب باشه دیگه، همین کسایی که نام میگیرم براتون. و دوم اگر زن برای شوهرش میته و هم جواز نداره، اگر شوهر برای زن هم میته، گفتد دو حساب مالک نصاب باشد در خودش میشه، اما در حسابی که از طرف کلان فامیل که میته و درست جواز داره، اما در حساب واجب بودنش واجب نیست بالا اینها. یعنی بخیر و سلامت و سریال باشید دیگه. بعضی از مفسرین در این معتقد هستند که میگه اگر کسی که فطر روزه خود وقت بیاره اندازه یک شتر و یک گو و بالاخره که آخر بیاره یک مرغ اندازه ثواب داره. و بعضی از مفسرین در این فکر و باور هستند که نه، در او زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بود تمام فقرا و مساکین جمع میشد در روز عید، تمام اینمی صدقای فطر مردم جمع میشد در فقرا و مساکین همون زمان و همون وقت تقسیم میشد. حالی هم در هر جایی که فقرا و مساکین بیو و بیچاره و غریبی که هست بیتید، نه تنها بعضی از دوستان میگن نه صدقه فطر در ملا میشه، نه بیادر ملا خفه هم نشه از پیش ما، در ملا نمیشه. در ملا به این خاطر نمیشه که ملا خودشون حق داره دیگه. فطر روزه که هست این در هر کسی غریب بیو و بیچاره که بیتید در او میشه دیگه. این می بود که به شما برز رساندم. بخیر و سلامت و سریال باشید. خدا طاعت عبادت ما و شما را قبول و مقبول بگرداند. خدا سخنایی که گفتم مورد نظرتان قبول شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.